سلام دوستان، چطوری؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه با کی بیتی. بچه‌ها همونطور که دارید اینجا میبینید اومدم داخل این ویدیو بهترین شکلات ایران از نظر من رو بهتون بگم. پس بدون هیچ مقطعی لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. لیتس گو. خب بچه‌ها شکلات ها اینا هستن، اومدیم دوده بدونش رو تست کنیم و بهترینشون رو انتخاب کنیم. به نظر شما کدومش بهترین شکلاته؟ پس بریم واسه تست اولی. خب بچه دو تا شکلات اولمون یه دونه این نانی است که نمیدونم حالا میبینیم یا نه، که قیمتش فکر میکنم 10,000 تومنه. بله این 10,000 تومن. و بین این نانیه که این یکی از محبوب ترین شکلات های منه، این هم بگم 6,000 تومنه. بله 6,000 تومنه. خب این تست اول هم از این یکی شروع کنم. من نظر جعبشش نظری نمیدم، من درباره جعبشش نظری نمیدم، به نظرم خوشگله، ولی بازش کنیم که اون شکلاتی رو با چیزی همونه بادام زمینی رو میگم. بچه ها اینه. من وزرش رو تست کنم. خوشمزه است واقعا. حرف بزنم عالیه. فقط یه مشکلی دارم، مثلا با بادام زمینی زیاد حال نمیکنم. بادام زمینیش رو اذیتم میکنه واقعا. همون سراغ این 6,000 تومنیه. اینجوریه. یه تیکش رو میکنم. عالیه واقعا. من بین این دوتا قطعا اینو انتخاب میکنم. این واقعا خیلی خفن داره. خب بریم سراغ بعدی. خب بچه دوتا شکلات بعدیمون باز هم یکیش نانیه که اینه، فکر کنم همتون حداقل یه بار خورده باشین. قیمتش فکر کنم 8,000 تومنه. و اون یکی هیسه، شکلات هیس که قیمتش 20,000 تومنه، یعنی 2 برابر این قیمت داره. اول میخوام از شکلات هیس شروع کنم یا همتون جعبهش رو دیدین، جعبه که کاغذش رو دیدین. و از وسط هم شکسته، هیچ دیدایی داره. 4 تا از اینا داره. اما اینا با این حرف بزنم بهترین. تکسچرش خیلی خوبه، خیلی راحت شکسته میشه، خیلی خوبه. حالا سراغ نانی. ناشش و یه زبش میخوریم.
بهترین واقعا سخته این دوتا انتخاب کردن. نانی پایین نمیره، یه تیکه دیگه از این کار. بچه به نظر من نانی خیلی خوشمزه بود، واقعا نانی، و هیس هم هضم میشه. بچه بریم واسه شکلاتای بچه دوتا شکلاتای بعدیمون یکیش خارجیه، اینه بچه قیمتش رو نمیدونم، یکیش اینه که من ازش خورده بودم و اون یکی بایکت که قطعا از این ارزون‌تر مطمئنم ندید دارم. میگم قیمتش 14,000 تومان. اول خواستم این بایکت بچه خوشمزه است ولی خیلی خوشمزه است، باش حال نکردم، یه جوری بود طعمش. بریم سراغ این. بچه 3 تا تیکه ازش مونده، من یه تیکش رو میکنم. خیلی بدمزه است، خیلی بدمزه است، اصلا دیدی میخوام اینو، چون برنده هم معلومه قطعا بایکت. شاید اشتباه میگم ببخشید. خب بریم سراغ ویدیوی بعدی. این باختش آشغال. خب بچه اصلی ترین شکلاتمون اومد. 2 تا شکلات میلیکا داریم، یکیش با طعم اورو، 2 تا شکلات میلیکا که 75,000 تومان اینو خریدم. یکیش با طعم کارامله که اینم 75,000 تومان خریدم. بچه این آب شده بود، بخاطر این گذاشتم میخوای فیزی زده شکلش بد شد، شکست. حالا ما از همین کاراملش واقعا جوابش خوشگله. 75,000 تومان پول دادم، بد باشه خدایش نامردیه. بچه من اولین دفعه دارم میلیکا میخورم. چقدر خوشگله، بنازم. بچه اینجوری شد، خیلی خوشگله. من یکیشو میبرم. خیلی خوشمزه است، پشمام. خیلی خوشمزه است
کاراملش هم ازت اصلا نمیکنه. آن سراغ اولو وای چرا اینجوریه؟ چش خورده شده. همین الان باخت. اصلا خوشمزه نیست واقعا. بعد مزه سرین طعمیه که تو عمرک بدم. چون من قسم به این دوتا کاراملا رو انتخاب کنم. بچه ها بریم سراغ مرحله بعد. خب بچه ها مرحله دوم بین نانی و اینه. عالیه. بچه ها نانی رو بکنیم. نمیدونم من یک کدومش نامونم. من رنده رو نانی اینا بچه خیلی خوشمزه است ولی با بس ما بریم سراغ مرحله بعد. بچه دوتا بعدی بایکر و این میلکا. من هم بایکر شروع کنم. خوبه. حالا میلکا. قطعا میلکا میبره قطعا. من خوشمزه است بچه ها. میلکا. بچه ها فینال یا حسین بین نانی و میلکا. اول من نانی شروع کنم. نمیدونم این تو شکلات میلکاست. بچه ها آماده نتیجه بهتون بگم. برنده چیزی نیست جز شکلات میلکا طعم کارامل. قطعا برنده.
اوه شکلات خوردم. بچه دم تک تک میگم تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه و برندم که مشخص شد شکلات میلکا. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بوس به کله همتون. خداحافظ.